محفل معرفی معاون ولسوال بنگی ولایت تخار است. سید حسن صابری آمر انکشاف منابع بشری مقام ولایت تخار در جریان معرفی معاون ولسوال بنگی میگوید که تغییر و تبدیل در نظام یک اصل بوده و منسوبین امارت اسلامی آماده اطاعت از اوامر بزرگانشان هستند. آقای صابری همچنان اضافه می کند که وظیفه یک امانت الهی است و نباید از آن سوء استفاده صورت گیرد. اصل است در امارت اسلامی، تغییر تبدیل یک اصل است، باید اطاعت صورت بگیرد. همین اطاعت بوده که امارت اسلامی را خداوند به پیروزی رساند و به سبب اطاعت بوده که اطاعت داشتند. 30 و چند ولایت افغانستان الحمدلله در 21 سال یا کم بیش فقط از یک رهبری اطاعت کردند. اطاعت یگانه یک چیزی است که کامیابی ما شما، کامیابی دنیا و آخرت در اطاعت است. وقتی که اطاعت نباشد هیچ چیز ما شما کامیاب نمیشیم. روی همین لحاظ و آمدن جناب قریشی صاحب را در این ولسوالی به حیث معاون ولسوالی و خوش آمدید میگیم. الله سبحانه و تعالی در کارهای محوله شان ثابت قدم بگرداند. در همین حال عبدالغفار قریشی معاون ولسوال بنگی به مردم اطمینان می دهد که آنچه در توان دارد برای رفاه باشندگان این ولسوالی به خرج خواهد داد تا مردم در آسایش زندگی کنند. قریشی می افزاید که اکنون وقت مبارزه با قلم است و منسوبین نظام فعلی نباید از این کاروان عقب مانده و باید به مبارزه خیش ادامه دهند. با اداره باید که ما و شما این هم یک امر ضروری هست که ما و شما باید که کار پیش ببریم. دعا کنیم که الله رب العزت برای من گوینده و برای شما شنوندگان عزیز توفیق عمل نصیب بگرداند. این در حال است که پیش از این عبدالغفار قریشی به حیث ولسوالی ورسج ایفای وظیفه می نمود که در تازه ترین مورد به اساس لزوم دید رهبری مقام ولایت رسما به حیث معاون ولسوالی بنگی گماشته شده است.